در شمال ایران، میان کوه‌ها و جنگل‌های گیلان، سرزمینی آرام و سرسبز وجود دارد. جایی که در دل خاکش یکی‌از بزرگترین گنجینه‌های باستانی ایران پنهان شده بود. اینجا مارلیک است، تپه‌ای باستانی در کنار رود سپیدرود که هزاران سال تاریخ را در خود دفن کرده بود. نام مارلیک از واژه مار گرفته شده. برخی می‌گویند روزگاری در این تپه مارهای بسیاری زندگی می‌کردند، اما برخی دیگر معتقدند مار در آیین‌های باستانی نمادی از جاودانگی، مرگ و زندگی دوباره بوده. باستانشناسان وقتی وارد این منطقه شدند، باورشان نمی‌شد در دل خاک گیلان چنین تمدنی نهفته باشد. بیش از 50 آرامگاه سلطنتی کشف شد، هر کدام پر از جام‌های زرین، کاسه‌های سفالی، ظروف نقره‌ای و نقش‌هایی پر از رمز و راز. تمدن مارلیک نه تنها یکی از درخشان‌ترین تمدن‌های شمال ایران بود، بلکه نشان داد که ایرانیان 3000 سال پیش هنری بی‌نظیر و اندیشه‌ای شگفت‌انگیز داشتند. سال 1340 خورشیدی گروهی از باستانشناسان ایرانی و خارجی در حوالی رود سپیدرود در گیلان مشغول کاوش بودند. در آن زمان کسی تصور نمی‌کرد در دل کوه‌ها و جنگل‌های شمال ایران یکی از مهمترین گنجینه‌های باستانی جهان پنهان شده باشد. وقتی کلنگ نخستین بار به خاک مارلیک خورد، قطعه‌ای سفالی ساده نمایان شد، اما با ادامه کاوش آرامگاه‌هایی آشکار شدند که درونشان اشیایی وجود داشت که تاریخ را تغییر دادند. در مجموع بیش از 50 آرامگاه سلطنتی در این منطقه کشف شد. باستانشناسان فهمیدند که اینجا گورستانی اشرافی است، جایی که شاهان و بزرگان قوم مارلیک به خاک سپرده شدند. هر آرامگاه پر بود از ظروف زرین، نقره‌ای و سفالی، جام‌های زرینی که با نقش شیر، گاو، پرندگان افسانه‌ای و حتی مارهای پیچان تزیین شده بودند. یکی از هیجان انگیزترین لحظه‌های کشف زمانی بود که جام زرین معروف مارلیک از دل خاک بیرون آمد. جامی با نقش بز کوهی که شاخهایش به زیبایی خمیده شده‌اند. این اثر نشان می‌داد هنرمندان مارلیک نه تنها در کار با فلزات مهارت داشتند، بلکه تخیل و خلاقیتی بی‌نظیر هم داشتند. اما سوال اصلی برای باستانشناسان این بود: این قوم چه کسانی بودند؟ نامشان در تاریخ گم شده، نه کتیبه‌ای از آنها باقی مانده و نه روایت مستقیمی از زبان دیگر تمدن‌ها. فقط آرامگاه‌ها و آثار هنریشان سرنخ‌هایی از هویتشان به ما می‌دهد. به همین دلیل مارلیک به یکی از رازآلودترین تمدن‌های ایران بدل شد. تمدنی که ما درباره‌اش بیشتر از طریق گنج‌ها می‌دانیم، نه نوشته‌ها. در آن روزها خبر کشف مارلیک در ایران و جهان پیچید. موزه‌ها و دانشگاه‌ها به دنبال اطلاعات بیشتری بودند و بسیاری از آثار به موزه ایران باستان منتقل شدند تا از گزند قاچاق و سرقت در امان بمانند. اما حقیقت این بود که کشف مارلیک تنها آغاز ماجرا بود، چرا که هرچه بیشتر خاک کنار زده میشد، سوالات بیشتری پدیدار میشد. چه کسی این آرامگاه‌ها را ساخته؟ چرا این همه نقش مار در آثار دیده می شود؟ و این قوم چگونه در میان جنگل‌های شمال ایران به چنین هنری رسیده بودند؟ وقتی درباره مارلیک صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از یک گنجینه بی‌نظیر صحبت می‌کنیم
گنجینه‌ای که شامل جام‌های زرین، ظروف نقره‌ای، سفالهای منقوش و حتی اشیای روزمره است. هر کدام از این آثار تکه‌ای از پازل تمدنی ناشناخته را در برابر ما می‌گذارد. بیایید یکی یکی این گنجینه‌ها را بشناسیم. جام زرین بز کوهی، یکی از معروف‌ترین اشیای مارلیک، جام زرین بز کوهی است. روی این جام تصویر بزهایی حکاکی شده که در حال بالا رفتن از درخت هستند. نکته شگفت‌انگیز اینجاست. حالت طبیعی بدن بز، انحنای شاخ‌ها و حتی حالت چشم‌ها چنان دقیق طراحی شده که انگار هنرمند مارلیک هم زیستشناس بوده و هم هنرمند. این جام نشان می‌دهد مردم مارلیک ارتباط نزدیکی با طبیعت داشتند. بز کوهی نماد زندگی، قدرت و باروری بوده. حیوانی که در کوه‌های گیلان و البرز فراوان بوده و جایگاه ویژه‌ای در باورهای مردم داشته است. دیگر اثر شگفت‌انگیز مارلیک جامی است با تصویر شیری که بالدار است. این ترکیب حیوانی واقعی نیست، بلکه موجودی اسطوره‌ای است. شیر نماد قدرت و سلطنت است. بالها نماد پرواز و ماوراءالطبیعه. شاید این تصویر نشان می‌دهد که پادشاهان مارلیک خود را فراتر از انسان عادی می‌دیدند. موجوداتی نیمه خدایی که با نیروهای آسمانی پیوند دارند. جالب است که این نماد بعدها در تمدن‌های دیگر مثل هخامنشی هم دیده می‌شود. در برخی آرامگاه‌های مارلیک ماسک‌هایی از طلا و نقره کشف شد. این ماسک‌ها احتمالاً بر روی صورت متوفی قرار داده می‌شدند. اما چرا؟ یک نظریه می‌گوید ماسک‌ها برای حفاظت از روح مردگان بوده. نظریه دیگر می‌گوید ماسک‌ها نشانه هویت فرد بودند. یعنی شاهان یا بزرگان با ماسکی مخصوص خودشان به خاک سپرده می‌شدند. این سنت در تمدن‌های دیگر هم دیده شده. مثلا در مصر باستان ماسک معروف توت‌عنخ‌آمون، اما در مارلیک این ماسک‌ها ساده‌تر اما پر از راز هستند. در کنار اشیای زرین و نقره‌ای، سفال‌های زیادی هم در مارلیک کشف شده. این سفال‌ها شاید در نگاه اول ساده به نظر برسند، اما روی آنها طرح‌هایی از حیوانات، گیاهان و نمادهای هندسی دیده می‌شود. سفال‌ها به ما اطلاعاتی می‌دهند درباره زندگی روزمره مردم مارلیک. چه غذایی می‌خورند، چه آیین‌هایی داشتند و چه چیزهایی برایشان ارزشمند بود. در برخی آرامگاه‌ها گردنبندها، انگشترها و زیورآلاتی کشف شد. این زیورآلات از سنگ‌های قیمتی، طلا و حتی صدف ساخته شده بودند. این موضوع نشان می‌دهد که مردم مارلیک با مناطق دیگر در ارتباط بودند، چون برخی از این سنگ‌ها در گیلان وجود ندارد و از راه‌های دور آورده شده است. مارلیک فقط تمدنی هنری نبود، ابزارهای جنگی هم کشف شده بود. شمشیرها، سرنیزه‌ها و پیکان‌هایی که نشان می‌دهد این قوم جنگاور هم بودند. شاید آرامگاه‌ها متعلق به شاهان و سردارانی بوده که در جنگ‌ها پیروز شدند. هر یک از این آثار بخشی از داستان مارلیک را روایت می‌کند. اما کنار هم که قرار می‌گیرند، تصویری از تمدنی ناشناخته ساخته می‌شود. تمدنی که در دل کوه‌ها و جنگل‌های گیلان شکوفا شد و امروزه فقط از خلال جام و ماسک و سفال شناخته می‌شود. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های تمدن مارلیک نمادها و رازهایی است که بر روی آثارشان دیده می‌شود. این نمادها زبان خاموشی یک تمدن هستند. زبانی که اگرچه نوشته از آن باقی نمانده،
اما از طریق تصویر یا هنر با ما سخن میگویند. بز کوهی در بسیاری از جام‌ها و سفالهای مارلیک دیده می‌شود. این حیوان نماد باروری، زندگی و قدرت است. در فرهنگ‌های باستانی، بز کوهی به دلیل توانایی بالا رفتن از کوه‌ها و رسیدن به جاهایی که کمتر حیوانی به آن دسترسی دارد، نماد اراده و تلاش هم بوده. در مارلیک، بز کوهی علاوه بر نقش هنری، احتمالاً جایگاه مذهبی هم داشته است. شاید قربانی بز کوهی در آیین‌های بارانخواهی یا کشاورزی رایج بوده است. نام مارلیک خودش یادآور نماد مار است. مار در بسیاری از تمدن‌های باستانی نماد جاودانگی و زندگی دوباره بوده، چون پوست می‌اندازد و دوباره زنده می‌شود. در آثار مارلیک نقش مار به صورت پیچان و در حال حرکت دیده می‌شود. برخی پژوهشگران معتقدند مار در این تمدن نماد محافظت از مردگان بوده، نگهبانانی که در دنیای دیگر از روح پادشاهان حفاظت می‌کردند. یکی از رازهای مارلیک حضور موجودات خیالی مثل شیر بالدار است. این موجودات واقعی نیستند، بلکه ترکیبی از حیوانات طبیعی و خیالی هستند. چرا مارلیک چنین تصاویری خلق کرده؟ شاید باور داشتند این موجودات در جهان دیگر حضور دارند. شاید هم پادشاهان خود را با چنین نمادهایی یکی می‌دانستند. این تصاویر نشان می‌دهد مارلیک فقط یک تمدن مادی نبود، بلکه تخیل و اسطوره‌پردازی قوی هم داشت. برخی ظروف مارلیک با نقش پرندگان تزیین شده‌اند. پرندگان در بسیاری از فرهنگ‌های باستانی پیام‌آور آسمان و جهان روحانی هستند. پرواز پرندگان نمادی از آزادی، جاودانگی و ارتباط با خدایان است. شاید این نقش‌ها نشان دهنده باور مارلیک به ارتباط میان زمین و آسمان باشد. اما راز اصلی مارلیک این است: ما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این نمادها چه معنایی داشتند، چون هیچ نوشته‌ای از این قوم باقی نمانده. همه چیز بر اساس حدس و مقایسه با دیگر تمدن‌هاست. آیا مارلیک آیین‌های مذهبی خاصی داشت؟ آیا باورشان به زندگی پس از مرگ شبیه مصریان بود؟ یا آیا این نمادها فقط تزیینی بودند؟ پرسش‌هایی که هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند. نمادهای مارلیک نه تنها جلوه‌ای از هنر، بلکه دروازه‌ای به اندیشه و باورهای مردم آن زمان است. این نمادها به ما می‌گویند که مارلیک فقط یک تمدن معمولی نبود، بلکه جهانی پر از اسطوره، مذهب و راز داشت که هنوز هم پس از هزاران سال در دل تاریخ پنهان مانده است. یکی از راه‌های شناخت بهتر تمدن مارلیک مقایسه آن با دیگر تمدن‌های همزمان است. تمدن‌هایی که در همان دوران در ایران و جهان شکوفا شدند و هر کدام سهمی در تاریخ بشریت دارند. وقتی آثار مارلیک را کنار تمدن‌های دیگر می‌گذاریم، بهتر می‌فهمیم جایگاه این قوم ناشناخته در تاریخ چه بوده است. ایلام یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های ایران بود که در خوزستان شکوفا شد. آنها خط داشتند، شهرهای بزرگ داشتند و با تمدن‌های همسایه مثل سومر و بابل در ارتباط بودند. اما مارلیک هیچ نوشته‌ای از خودش باقی نگذاشت. تفاوت این دو تمدن در همین نکته است: ایلامی‌ها تمدنی مکتوب بودند، مارلیک تمدنی تصویری. با این حال، آثار فلزی مارلیک از نظر ظرافت،
حتی گاهی از ایلام هم پیشرفته‌تر به نظر می‌رسد. این نشان می‌دهد مارلیک اگرچه کوچکتر و ناشناخته‌تر بود، اما در هنر فلزکاری درخشان عمل کرده است. هخامنشیان قرنها بعد از مارلیک به قدرت رسیدند. وقتی نقش برجسته‌های تخت جمشید را نگاه می‌کنیم، نمادهایی مثل شیر بالدار با حیوانات اسطوره‌ای را می‌بینیم. جالب اینجاست که این نمادها در مارلیک هم وجود داشتند. این موضوع باعث شده برخی پژوهشگران بگویند هخامنشیان و دیگر تمدن‌های بعدی از نمادهای مارلیک الهام گرفتند. یعنی میراث مارلیک حتی اگر به طور مستقیم ثبت نشده، به صورت غیر مستقیم در فرهنگ ایران ادامه یافته است. اگر تمدن مارلیک را با مصر باستان مقایسه کنیم، شباهت‌های جالبی پیدا می‌کنیم. در مصر پادشاهان با ماسک‌های طلایی به خاک سپرده می‌شدند، درست شبیه ماسک‌های طلایی مارلیک. در هر دو تمدن باور به زندگی پس از مرگ بسیار قوی بوده است. اما تفاوت اینجاست. مصر شهری عظیم داشت، خط هیروگلیف داشت، اهرام داشت، در حالی که مارلیک در دل جنگل‌ها و کوه‌های گیلان به صورت محلی و محدودتر شکوفا شد. با این حال، کیفیت هنری آثار مارلیک در حدی است که می‌توان آن را کنار آثار مصر باستان گذاشت. در بین النهرین تمدن‌های بزرگی مثل سومر، بابل و آشور شکل گرفتند. آنها خدایان زیادی داشتند، شهرهای بزرگ ساختند و خط میخی ایجاد کردند. مارلیک در مقایسه با آنها شاید کوچکتر به نظر برسد، اما شباهت‌هایی هم دارد. برای مثال، نماد مار و حیوانات اسطوره‌ای در هر دو منطقه دیده می‌شود. این شباهت نشان می‌دهد که تمدن‌های ایران و بین النهرین با هم در ارتباط بودند، شاید از طریق تجارت یا مهاجرت. تمدن مارلیک اگرچه کوچکتر و ناشناخته‌تر از بسیاری از تمدن‌های همزمان خود بود، اما در هنر فلزکاری و نمادپردازی در جایگاهی استثنایی قرار دارد. مارلیک نشان می‌دهد که تاریخ ایران فقط به تمدن‌های بزرگ مثل ایلام و هخامنشی خلاصه نمی‌شود، بلکه در دل کوه‌ها و جنگل‌های شمال هم مردمانی زندگی می‌کردند که فرهنگ و هنری درخشان داشتند. مقایسه مارلیک با مصر، بین النهرین و ایلام نکته مهم را روشن می‌کند. ایران همیشه بخشی از قلب تمدن بشری بوده، چه در جنوب، چه در مرکز و چه در شمال. هیچ تمدنی بدون باورهای مذهبی شکل نمی‌گیرد. مارلیک هم از این قاعده مستثنا نبود. گرچه خط و نوشته از آن باقی نمانده، اما آثار هنری و اشیای به دست آمده از گورها نشان می‌دهد که مردمان مارلیک به دنیایی فراتر از زندگی باور داشتند. دنیایی که در آن مرگ پایان نبود، بلکه آغاز راهی تازه محسوب می‌شد. مهمترین نشانه باور مذهبی در مارلیک شیوه تدفین است. در گورها علاوه بر پیکر انسان، ظروف زرین و سیمین، اسلحه و زیورآلات و حتی ماسک‌های طلایی قرار داده می‌شد. این نشان می‌دهد که آنها معتقد بودند روح مرده در جهان دیگری به این وسایل نیاز خواهد داشت. به ویژه ماسک‌های طلایی نشانه‌ای از اعتقاد به جاودانگی و محافظت روح پس از مرگ هستند. این آیین شباهت زیادی به مصر باستان دارد، جایی که فرعون‌ها با ماسک‌های طلایی دفن می‌شدند تا در دنیای دیگر دوباره زندگی کنند. بسیاری از اشیای مارلیک با نقش حیوانات ساخته شده‌اند: شیر، گاو، پرندگان و حتی موجودات ترکیبی مثل شیر بالدار. این حیوانات نمادهای مذهبی بودند.
شیر نشانه قدرت و سلطنت، پرندگان نماد روح و پرواز به جهان دیگر، مار نمادی از زندگی دوباره و چرخه تولید و مرگ. چنین نمادهایی نشان می‌دهد که مذهب مارلیک ترکیبی از پرستش طبیعت و باور به نیروهای ماورایی بوده است. پژوهشگران درباره این پرسش اختلاف نظر دارند که آیا مارلیک خدایان مشخصی داشته یا بیشتر به پرستش نیاکان و ارواح گذشتگان اعتقاد داشته است. شواهد موجود بیشتر به سمت دومی متمایل است. قرار دادن هدایا در گورها نوعی احترام به روح نیاکان بوده. آنها باور داشتند که روح نیاکان پس از مرگ همچنان بر زندگی بازماندگان تأثیر می‌گذارد و باید با هدایا و قربانی‌ها آرام نگاه داشته شود. اشیای کوچکتر مثل مهرها و زیورآلات نشان می‌دهد که مذهب مارلیک فقط محدود به مرگ و تدفین نبوده. این مردم احتمالاً در زندگی روزمره خود هم آیین‌هایی برای باروری زمین، باران، شکار موفق و دفع ارواح خبیث داشتند. نماد مار و پرنده در بسیاری از این اشیاء دیده می‌شود و شاید بخشی از طلسم‌های محافظتی بوده باشد. باورهای مذهبی مارلیک ترکیبی از پرستش طبیعت، احترام به ارواح نیاکان و اعتقاد به جاودانگی روح بوده است. این باورها در اشیاء طلایی، ماسک‌ها و آیین‌های تدفین بازتاب یافته و نشان می‌دهد که مارلیک تنها یک جامعه جنگجو یا هنرمند نبوده، بلکه تمدنی با نظام مذهبی پیچیده و عمیق بوده است. تمدن‌ها بیش از هر چیز با هنرشان شناخته می‌شوند. مارلیک نیز با هنر بی‌نظیرش جاودانه شد. هر ظرف، هر جام و هر قطعه زیور داستانی از جهانبینی و باورهای این مردم است. هنری که نه فقط برای زیبایی بلکه برای انتقال معنا و قدرت خلق شده بود. بزرگترین دستاورد هنری مارلیک فلزکاری است. جام‌ها و ظروف زرین و سیمین این تمدن از شاهکارهای تاریخ ایران به شمار می‌روند. این ظروف با چکشکاری ساخته می‌شدند و سپس با نقوش حیوانی و هندسی تزیین می‌گردیدند. برای نمونه جامی زرین با نقش گاوی که بالهای پرنده دارد کشف شده است. این ترکیب نشان دهنده تخیل و باورهای مذهبی عمیق مردم مارلیک است. چنین آثاری فقط برای استفاده روزمره نبود، بلکه بخشی از آیین‌های مذهبی و تدفین بود. در کنار فلزکاری، سفالگری مارلیک نیز بسیار پیشرفته بود. سفالهای قرمز رنگ با نقش‌های هندسی، مار و پرندگان و صحنه‌های شکار گواهی بر زندگی و فرهنگ روزمره این مردم است. این ظروف اغلب ساده‌تر از آثار فلزی بودند، اما معنای عمیقی داشتند. بعضی از این سفال‌ها احتمالاً در آیین‌های مذهبی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، در حالی که برخی دیگر برای ذخیره غلات و مایعات ساخته شده بودند. زیورآلات کشف شده از گورهای مارلیک از جنس طلا، نقره و سنگ‌های نیمه قیمتی ساخته شدند. گردنبندها، دستبندها و گوشواره‌هایی که هم نماد زیبایی بودند و هم نشانه جایگاه اجتماعی. این زیورها گاهی با نمادهایی مثل شیر، پرنده یا مار تزیین شده بودند و احتمالاً نقش طلسم‌های محافظتی نیز داشتند. ویژگی مشترک همه آثار هنری مارلیک
حضور نمادهاست. هیچ نقش مایعی بی هدف خلق نشده. مار نماد چرخه زندگی و مرگ، پرنده نماد آزادی و روح، شیر نماد قدرت و سلطنت. این نمادها نه فقط تزئینی بلکه حامل پیام‌های معنوی و آیینی بودند. پژوهش‌ها نشان داده که آثار هنری مارلیک تنها محدود به این منطقه نبوده. نمونه‌هایی مشابه در قفقاز، بین‌النهرین و حتی فلات مرکزی ایران دیده شده است. این یعنی هنر مارلیک در تبادل فرهنگی منطقه نقش مهمی داشته. هنر مارلیک ترکیبی از زیبایی، معنا و باور بود. آثاری که پس از 3000 سال هنوز روح و تخیل آن مردم را بازتاب می‌دهد. اگر مارلیک امروز به یاد آورده می‌شود، دلیل اصلی آن همین هنر بیمانند است که در تاریخ ماندگار شد. هر تمدنی برای بقا نیازمند سازمان اجتماعی و نظام سیاسی است. مارلیک هم مانند دیگر جوامع کهن بدون نظم مشخص نمی‌توانست چنین شکوهی از هنر، آیین و قدرت به جا بگذارد. گورها و اشیای یافت شده به ما کمک می‌کند تا تصویری از جامعه مارلیک بازسازی کنیم. آرامگاه‌های سلطنتی مارلیک نشان می‌دهد که جامعه به شدت طبقاتی بوده است. ثروت عظیم در گورهای پادشاهان و اشراف یافت شده، در حالی که گورهای ساده‌تر به مردم عادی تعلق داشت. طبقه حاکمان شامل شاه یا رئیس قبیله و خاندان سلطنتی، اشراف و جنگاوران کسانی که با سلاح و زیور دفع شده اند، روحانیون یا بزرگان آیینی احتمالاً کسانی که هدایا و نمادهای مذهبی بیشتری همراهشان بوده و مردم عادی، کشاورزان، صنعتگران و چوپانان. این شکاف طبقاتی نه تنها در تدفین بلکه در نوع زندگی روزمره نیز به چشم می‌خورده است. برخی گورها متعلق به زنان است که با زیورآلات زرین و اشیای گرانبها دفن شده‌اند. این نشان می‌دهد که زنان در مارلیک جایگاه اجتماعی بالایی داشتند و برخی حتی از طبقه اشراف یا روحانیون بودند. نقش زنان در آیین‌های باروری و مذهبی نیز بسیار پررنگ بوده است. شواهد نشان می‌دهد که مارلیک احتمالاً نوعی نظام پادشاهی قبیله‌ای داشته است. شاه یا رئیس قبیله نه تنها رهبر سیاسی بلکه رهبر مذهبی نیز بوده. او قدرت خود را از ارتباط با خدایان یا ارواح نیاکان می‌گرفت. همین مشروعیت باعث می‌شد تا مردم از او پیروی کنند. ارتباط شاه با جنگاوران و روحانیون باعث ایجاد تعادل قدرت در جامعه شده بود. جام‌ها و ظروف فلزی لوکس مارلیک نشان می‌دهد که این تمدن در تجارت منطقه‌ای فعال بوده. احتمالاً غلات، فلزات و صنایع دستی تولیدی خود را با همسایگانش مبادله می‌کرده است. همین ارتباطات تجاری نفوذ فرهنگی مارلیک را گسترش داد. مارلیک تنها یک اجتماع کوچک نبود. ساختار اجتماعی منظم، طبقات مشخص، نقش پررنگ زنان و نظام سیاسی قبیله‌ای مذهبی همه نشان می‌دهد که مارلیک تمدنی سازمان یافته و پیچیده بود. تمدنی که اگرچه امروز از میان رفته، اما آثارش نشان می‌دهد مردمانی با قدرت، ثروت و باورهای عمیق در این سرزمین می‌زیستند. هیچ تمدنی در خلاء شکل نمی‌گیرد.
ماللیک هم جزیره‌ای جدا افتاده نبود، بلکه بخشی از شبکه بزرگ فرهنگی و تجاری عصر خود محسوب می‌شد. آثار یافت شده از این تمدن نشان می‌دهد که مردمان ماللیک با همسایگان خود ارتباط گسترده‌ای داشتند، ارتباطی که بر هنر، مذهب و اقتصادشان تأثیر عمیق گذاشته است. موقعیت جغرافیایی ماللیک در دامنه‌های البرز و نزدیکی دریای خزر آن را در مسیر مهم تجاری قرار می‌داد. این مسیرها به آنها امکان می‌داد با فلات مرکزی ایران، قفقاز، بین النهرین و حتی فراتر از آن در ارتباط باشند. احتمالاً کالاهایی چون غلات و محصولات کشاورزی، دام و فرآورده‌های دامی، ظروف فلزی و سفالی، سنگ‌های نیمه قیمتی در برابر ادویه‌ها، پارچه‌های خاص، فلزات کمیاب مبادله می‌شده است. نقوش و سبک‌های هنری ماللیک شباهت زیادی به آثار بین النهرین و قفقاز دارد. مثلا نقش حیوان ترکیبی همچون شیر بالدار با گاو شاخدار ریشه در هنر بین النهرین دارد، اما ماللیک این نقوش را با هویت بومی خود ترکیب کرده و سبک ویژه‌ای خلق کرده است. این نشان می‌دهد که ماللیک نه کپی‌کار، بلکه خلاق و نوآور بوده است. برخی باورها و آیین‌های ماللیک مثل دفع اشیاء گرانبها همراه با مردگان شباهت‌هایی با مصر و بین النهرین دارد. این امر نشان می‌دهد که باور به زندگی پس از مرگ در میان تمدن‌های گوناگون رواج داشته و از طریق ارتباطات فرهنگی منتقل می‌شده است. همانطور که ماللیک از دیگران تأثیر گرفت، خودش نیز بر اطراف اثر گذاشت. نمونه‌هایی از ظروف و نقش‌مایه‌های ماللیک در مناطق دورتر دیده شده که نشان از نفوذ هنری و فرهنگی این تمدن دارد. حتی میتوان گفت ماللیک یکی از مراکز اصلی تبادل فرهنگی شمال ایران بوده است. ارتباطات فرهنگی و تجاری ماللیک با دیگر تمدن‌ها آن را به بخشی جدا نشدنی از تاریخ منطقه تبدیل کرد. ماللیک نه یک تمدن منزوی، بلکه پلی بود میان شمال ایران و جهان پیرامون. تمدنی که با تبادل کالا، هنر و باور سهمی بزرگ در شکلگیری تاریخ تمدن‌های باستانی ایفا کرد. هیچ تمدنی جاودانه نیست. همانطور که ماللیک از دل تاریخ برخاست، روزی هم افول کرد و به خاموشی فرو رفت. اما پرسش مهم این است: چه عواملی باعث شد تمدنی چنین قدرتمند و غنی در دل شمال ایران ناپدید شود؟ یکی از مهمترین فرضیه‌ها تغییرات اقلیمی است. شاید رودها خشک شدند یا زمین حاصلخیز بر اثر فرسایش از بین رفت. کاهش منابع غذایی می توانست پایه‌های اقتصادی جامعه را متزلزل کند و مردم را وادار به مهاجرت سازد. در باستان شناسی بارها دیده ایم که تغییرات طبیعی تمدن‌های عظیم را به زانو درآورده است. فرضیه دوم به جنگ و تهاجمات مربوط می شود. ماللیک در مسیرهای تجاری مهم قرار داشت و همین موضوع آن را به طعمه جذاب برای قبایل مهاجم تبدیل می کرد. آثار باستانشناسی نشانه‌هایی از تخریب و ویرانی ناگهانی دارد، چیزی که می تواند نتیجه حمله دشمنان باشد. شکاف طبقاتی شدید گاهی به بی‌ثباتی منجر می شود. وقتی ثروت و قدرت در دست اقلیت کوچکی از شاهان و اشراف باشد، نارضایتی مردم عادی اجتناب ناپذیر است. این احتمال وجود دارد که اختلاف داخلی
و شورش‌های اجتماعی پایه‌های تمدن را از درون سست کرده باشد. برخی پژوهشگران معتقدند که مارلیگ نابود نشد، بلکه در فرهنگ‌های دیگر حل شد. مردمان مارلیگ شاید به مناطق دیگر کوچ کردند و هویتشان در میان تمدن‌های همسایه محو شد. آثار مشابه در قفقاز و فلات مرکزی ایران می‌تواند نشانه‌ای از این مهاجرت‌ها باشد. با همه این فرضیات، حقیقت دقیق هنوز ناشناخته است. هیچ متن مکتوبی باقی نمانده تا داستان نابودی مارلیگ را روایت کند. تنها سفال‌ها، جام‌ها و گورهای خاموشی‌اند که باید رمزگشایی شوند. شاید روزی کشفی تازه پرده از این راز بردارد. مارلیگ به دلایلی که هنوز به طور کامل نمی‌دانیم افول کرد، اما نابودی آن به معنای پایانش نبود، زیرا آثار و یادگارهایش تا امروز باقی مانده‌اند و از تمدنی سخن می‌گویند که هزاران سال پیش در دل شمال ایران می‌درخشید. مارلیگ اگرچه 3000 سال پیش افول کرد، اما میراثش هنوز زنده است، نه فقط در موزه‌ها بلکه در هنر، فرهنگ و حتی هویت ملی ایرانیان. سفر به مارلیگ فقط نگاه به گذشته نیست، بازشناسی بخشی از ریشه‌های ماست. بخش بزرگی از گنجینه‌های مارلیگ امروز در موزه ملی ایران و موزه‌های جهان نگهداری می‌شود. جام‌های زرین، ماسک‌های طلایی و ظروف بی‌نظیر هر روز چشم هزاران بازدید کننده را خیره می‌کند. این آثار نه تنها ارزش هنری دارند، بلکه سندی هستند بر خلاقیت و شکوه مردمانی که زمانی در گیلان حکومت می‌کردند. هنرمندان امروز ایران از نقش‌ها و نمادهای مارلیگ الهام می‌گیرند. شیر بالدار، مار و پرندگان بارها در طراحی‌های مدرن، فرش، زیورآلات و نقاشی دیده می‌شود. این یعنی مارلیگ هنوز در رگ‌های هنر ایرانی جاری است. تپه مارلیگ امروز یکی از مقاصد گردشگری تاریخی در گیلان است. هرچند هنوز ناشناخته مانده، اما کسانی که به آن سفر می‌کنند حس می‌کنند روی خاکی ایستاده‌اند که هزاران سال تاریخ را در خود پنهان کرده. این میراث هویت محلی مردم منطقه را نیز تقویت کرده است. مارلیگ تنها یک محوطه باستانی نیست، بلکه بخشی از هویت ملی ماست. یادآوری این که ایران سرزمینی با هزاران سال تمدن است، از ایلام و جیرف گرفته تا مارلیگ و هخامنشیان، هر کدام حلقه ای از زنجیره عظیمند که ما را به گذشته وصل می کنند. مارلیگ به ما می گوید ما ریشه در تاریخ داریم، تاریخی که به اندازه طلای خالص ارزشمند است. امروز میراث مارلیگ نه فقط در موزه‌ها و کتاب‌ها، بلکه در قلب ایرانیان زنده است. هر بار که به آن نگاه می‌کنیم، حس می‌کنیم بخشی از وجود ماست. تمدنی که نابود نشد، بلکه در تاریخ و هویت ایرانی حل شد و تا امروز ادامه یافته است. هر داستانی پایانی دارد، اما پایان مارلیگ در واقع آغاز پرسش‌های تازه است. تمدنی که 3000 سال پیش در دل البرز و کنار سفیدرود شکوفا شد، هنوز رازهای بسیاری برای گفتن دارد. با نگاه به گذشته می توانیم آینده را بهتر بشناسیم. در این روایت با هم سفری طولانی کردیم، از کشف تاریخی گورهای مارلیگ آغاز کردیم، به تاریخ و دوران طلایی این تمدن پرداختیم، باورهای مذهبی،
و هنر شگفت‌انگیزش رو بررسی کردیم. ساختار اجتماعی و روابط سیاسیش را شناختیم. دیدیم که چگونه با دیگر تمدن‌ها در ارتباط بود و پرسیدیم چرا و چگونه نابود شد. و اما در نهایت فهمیدیم که میراث مارلیک هنوز در ایران زنده است. اما هنوز پرسش‌های بزرگی بی‌پاسخ مانده است. چه کسی واقعاً بر مارلیک حکومت می‌کرد؟ چرا این همه اشیاء طلایی بر گورها گذاشته شد؟ آیا مارلیک تنها یک مرکز محلی بود یا بخشی از شبکه‌ای بزرگتر؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند کاوش‌های باستانشناسی بیشتر است. امروز باستانشناسان ایرانی و خارجی همچنان به مطالعه مارلیک ادامه می‌دهند. تکنولوژی‌های نوین مثل اسکن لیزری، تصویربرداری ماهواره‌ای و آزمایش‌های ژنتیکی می‌توانند رازهای جدیدی را آشکار کنند. شاید در آینده بفهمیم مردمان مارلیک چه زبانی داشتند، چه آیین‌هایی را دقیقاً دنبال می‌کردند و چه ارتباطی با دیگر تمدن‌ها داشتند. مارلیک فقط یک داستان باستانی نیست، بلکه پیامی برای امروز دارد. اینکه تمدن‌ها با هنر، ایمان و تلاش ساخته می‌شوند، اما اگر عدالت و تعادل از بین برود، حتی بزرگترین تمدن‌ها هم فرو می‌ریزند. این درسی است که تاریخ همیشه به ما گوشزد می‌کند. مارلیک شاید امروز در سکوت تپه‌ای باستانی خوابیده باشد، اما هر جام زرین، هر سفال ساده و هر سنگی که از دل خاکش بیرون آمده فریاد می‌زند ما اینجا بودیم، ما زندگی کردیم، ما تاریخ رو ساختیم و این صدا همچنان در گوش ما طنین انداز است. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب ویدیو فراموش نشه. نظراتتون رو حتما تو کامنت ها بهم بگید و تا ویدیوهای بعد بدرود.